چارلی چاپلین به یه مهمونی دعوت شد. رفت پشت تریبون که یه جوکو تعریف کنه. همه خندیدن. جوکش خنده‌دار بود. برای بار دوم همون جوکو تعریف کرد. کمتر خندیدن. برای بار سوم تعریف کرد و دید کسی نخندید. تکراری بود. چند بار بخندن. رو به جمعیت گفت چرا یه جوک نمیتونه شما رو 2 بار بخندونه، اما یه قصه میتونه 100 بار شما رو به گریه بندازه. انسان تنها موجودیه که بابت یه اتفاق، یه حرف، بارها و بارها خودشو یا دیگران رو محاکمه میکنه. پس هر اتفاقی افتاد برای قصه خوردن تایم بذارید. چند ساعت یا یه روز کامل به خودت فرصت بده تا تخلیه بشی. اما بعد زمان تعیین شده دیگه حق نداری قصه بخوری. باید بلند شی و به زندگیت ادامه بدی.